مشکل زبان آموزان کمهوشی نیست، بلکه کمبود زمان هم نیست. اگر شما نتوانید در طول 1 الی 2 سال یک زبان خارجی را فرا بگیرید، به این معناست که شما از روش‌های سنتی و ابزارهای ناکارآمد استفاده میکنید. در این ویدیو میخواهم که جدیدترین روش آموزش زبان را در عصر هوش مصنوعی براتون معرفی بکنم. این روش استفاده از ابزار کوپایلوت و ابزار هوش مصنوعی چت جی پی تی است. با کمک این دو ابزار شما میتونید بسیار به سرعت و بسیار مؤثر زبان را در زمان بسیار کم فرا بگیرید. با چند دلیل این استفاده از این ابزارها را براتون پیشنهاد میکنم. دلیل اول این که هوش مصنوعی در واقع آموزش را، فرایند یادگیری را براتون شخصی سازی میکنه. به این معنا که کاملا مطابق سویه و مطابق سلیقه خود او را تنظیم میکنین و یاد میگیرین. دلیل دومش این است که ابزار هوش مصنوعی بازخورد بسیار فوری و به موقع براتون میده. ضمن اینکه مشکل شما را تشخیص میده، راه حل برای اصلاح از او هم پیشنهاد میکنه و یه چیزی که در دیگر جاها در عرصه‌های عملی کمتر دیده میشه. سومین دلیل برای استفاده از این ابزارها در واقع این است که یک مربی همیشه در دسترس است. در هر مکان و در هر زمان با کمترین هزینه شما میتونید از این ابزارها استفاده کنید. و قابلیت بسیار مهم دیگری که داره این است که این ابزارها امکان این را برای شما میسر میکنه که متن، تصویر و صدایتان را به بیش از 100 زبان زنده دنیا ترجمه بکنید. این قابلیت برای زبان آموزان بسیار حیاتی و مهم است و نباید دست کم گرفته شود. و یکی از مهمترین کاربرد این ابزارها این است که امکان شبیه سازی مکالمات، مصاحبه ها و امتحانات بین المللی را براتون میسر میسازه. شما میتونید پیش از امتحان، پیش از مصاحبه یک بار با هوش مصنوعی در واقع یک سناریو طراحی بکنید یا یک شبیه سازی بکنید تا اینکه توانایی های شما به شما مشخص شود. نکته مهم ما این است که یادگیری و استفاده از هوش مصنوعی یک مهارت است. اینکه چگونه ما پرامپت بنویسیم، چگونه پاسخ آموزشی دقیق از هوش مصنوعی بگیریم، تاکتیک هایی به کار دارد که در ویدیوی بعدی براتون آموزش خواهم داد. با ما باشید.